با افتخار روز مادر در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و محبت برنامه فرهنگی برگزار گردید. در چرابینی ریاست دانشگاه و هیئت آموزگاران و دانشجویان اشتراک نمودند. تاکید گردید که مادر چراغ نوربخش و صفابخش هر یک خاندان، گنج به‌بها و فرشته الهی برای فرزند میباشد. همزمان رسالت مادر در پاس داشتن فرهنگ و ادبیات، زبان و هویت ملی افاده می‌یابد، یعنی تربیت هر فرزند نیز بر دوش مادر است. ابراز گردید که سیاست سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی امکان داد که مقام منزلت زن در جامعه باز هم بالا برداشته شود. امروز یگان سمت فعالیت دولتی و جمعیتی را به اشتراک فعال زنان تصور نمودن غیر امکان است. خصوصا سهم آنها در بخش‌های علم و معارف، فرهنگ، تندرستی، مدافعه، اقتصادیات و اداره‌کنی دولتی طرف افزون می‌گردد. در سمت بلند برداشتن حقوق و آزادی‌های زن، جلب آنها بر روند تطبیق سیاست دولتی، انتخاب و تربیت و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران تدبیرهای پیگیرانه عملی می‌گردند. در فرجام چهاربینی به یک قطار زنان فعال دانشگاه افتخارنامه تقدیم کرده شد. برنامه کنسرتی با سرودهای ترنمگر مادر وطن به حسن چهاربینی جلوه دیگر بخشید.